از طوفان، دومینوی سقوط در قلب اقتصاد رژیم صهیونیستی. نویسنده اسرائیلی دیوید گروسمن پس از طوفان الاقصی در مقاله‌ای پرسیده است: پس از جنگ وقتی از خاکستر برخیزیم و دوباره به سر کار و زندگی خود برگردیم چه کسی خواهیم بود؟ برای پاسخ به این سوال لازم است تغییراتی که پس از طوفان الاقصی رخ داده را مرور کنیم. 29 آبان سال 1402 کشتی گلکسی لیدر با مالکیت یک شرکت صهیونیستی در نزدیکی بندر الحدیده توسط انصارالله یمن توقیف می شود. از آن روز تا کنون انصارالله یمن کشتی‌های تجاری زیادی را توقیف و مورد حمله قرار داده است. با پایین آمدن امنیت کشتی‌ها، اقتصاد رژیم اسرائیل در شرایط جنگ و رکود اقتصادی با چالش جدی مواجه شده. حالا دیگر راه اندازی کریدور هند اروپا و دور زدن کریدور یک کمربند، یک جاده، یک آرزوی محال شده. بندر بنگوریون که قرار بود روزی بر روی ویرانه‌های غزه برپا شود، حالا به خواب و خیالی دور تبدیل شده است. اما این تنها تأثیر طوفان الاقصی بر اقتصاد اسرائیل نیست. عملیات خطوط گازی و نفتی و پالایشگاه‌ها در فلسطین اشغالی پس از حملات حماس با اخلال مواجه و خطوط انتقال سوخت تخریب شدند. همچنین آمارها نشان می‌دهد پس از طوفان الاقصی صادرات رژیم صهیونیستی کاهش 18.3% و واردات نیز کاهش 42% داشته است. در همین حال مخارج دولت 88% افزایش یافته که عمدتاً مربوط به هزینه‌های جنگ است. بورس رژیم اسرائیل به طور فاحشی سقوط کرده. به گزارش الجزیره، بورس تل‌آویو تنها در اولین روز معاملات پس از آغاز عملیات طوفان الاقصی 8% سقوط کرد. شرکت‌های خارجی زیادی هم سرمایه‌های خود را از اسرائیل خارج کردند. تنها در یک مورد شرکت اینتل توسعه کارخانه خود در فلسطین اشغالی و قرارداد 25 میلیارد دلاریش را متوقف کرد. روزنامه اقتصادی دی مارکر در رژیم اسرائیل از افزایش ارزش هر دلار آمریکا به بیش از 4 شکل خبر داد. این روزنامه اعلام کرد کاهش ارزش شکل در سایه ترس از حملات احتمالی حزب الله و ایران اتفاق افتاده است. اقتصاد گردشگری اسرائیل هم بی نصیب نمانده و به دلیل توقف ورود گردشگران در این مدت ضربه اساسی خورده است. بسیاری از نیروهای فعال اقتصادی نیز به عنوان نیروی ذخیره ارتش به جنگ فراخوانده شدند. ایتامار فریدمن که مدیر عامل یک استارتاپ اسرائیلی در زمینه هوش مصنوعی است، به وال استریت ژورنال آمریکایی گفت که به نیروهای ذخیره ارتش پیوسته است. بانک پوعلیم اسرائیل خسارت اقتصادی وارد شده به اسرائیل از زمان آغاز حملات طوفان الاقصی را 6.8 میلیارد دلار برآورد کرده است. این تخمین‌ها شامل هزینه‌های سقوط ارزش شکل، توقف فعالیت‌های تجاری، کارخانه‌ها و فرار سرمایه‌گذاری‌ها نمی‌شود. حال به سوالی که گروسمن مطرح کرده باز می‌گردیم: آیا رژیم اسرائیل پس از طوفان الاقصی اسرائیل سابق خواهد شد؟ در پاسخ باید گفت اقتصاد رژیم اسرائیل مانند چینی ترک خورده‌ای شکننده شده است. حدود 1 سال است که نتانیاهو نتوانسته زخم صهیونیست‌های اصلی را مداوا کند و درد آوارگی هم به دردهای او اضافه شده است. رژیم اسرائیل دیگر ابهت گذشته را ندارد و با رسوایی جهانی و تشدید بحران مشروعیت در سراشیبی افول افتاده است. طوفان الاقصی دومینوی از هم پاشیدگی نظامی، اقتصادی و امنیتی اسرائیل را کلید زده است.